ملا محمود بازدی و عادات و رسوماتنامه اکرادیه. پرتوکا بناوه ملا محمود بازدی و عادات و رسوماتنامه توایف اکرادیه یا نویسکار مراد جلالی جوشان نوبهار درکت. دوی خباته ده بگیشتی لسر ملا محمود بازدی برهمین وی هفکاری اویا لگل کردولوک آگوست جابا و بطایبتی جی عادات و رسوماتنامه توایف اکرادیه هاتی سکنین و همو نسخه وی کتابه هاتنه مقایسه کرن. بازدی اف برهم آخواد دنابرا سال 1858 و 1859 ده نویسیه. به وی برهمه اویندن وکی دامزرینه پخشانا کردی تی قبول کرن. کتاب عادات و رسوماتنامه هم جبر مجارا خوبه کو عادت باوری خوی گونه شوپی خوارن و خوارن رابون و رونشتن به کرتاسی همو جیانا روزانه یا کردان دخواد دحوینه پر گرام بهایه و دخبات خود چافکانیه که تکانه اف پرتوک لسرجیانا کردان یا جواکی و اتنولوژی وان برهما هری پیشینه کو به دست کردکی هاتیه نویسین. جخوش پرتوکین بازدی یا مستقیل و سربخواه اف خباته. آنگو اف خباتاوی یا هری اوریجیناله. لورا نویسکار بیخوا بسپره جدره که نویسکی در حق جیانا کردان ده به تایبتی این کوچر به کرتاسی یک بی یک تیرو تجه آگاهی آنده ده وان ده ناساندن. پرتوک ملا محمود بازدی و عادات و رسوماتنامه توایف اکرادیه. نویسکار مراد جلالی و شانخانه نوبهار.